برنامه 90 یه بار صحبت کردین، گفتین داریوشو دوست دارین، قبل انقلاب گوش میکنین ولی خب نقدایی هم دارین. چرا انقدر صریح صحبت میکنید شما؟ اینو میتونید به ما توضیح بدین؟ بعد در مورد علاقتون به داریوش هم میگین از کی شکل؟ من اصلا نمیگم شما تو اون عکس میبینید که بنده ریش دارم، اصلا جانماز آب نمیکشم. من اون موقع داریوشو دوست داشتم، الانم دوستش دارم، البته یه سری کاراشو نفی میکنم. خدا رحمت کنه دکتر علی شریعتی رو که یکی از کسایی بود که خب حالا امام که به جای خودشون، مرحوم طالقانی به جای خودش و شهید بهشتی اینا به جای خودشون، اما به نظر من داریوش هم یکی از کسایی بود که نقش اساسی در شکل‌گیری انقلاب ما داشت. مخالف بودم ما هم داشت. حالا به اونجوری ببینید آهنگایی که خونده میشد، مثلا یاور همیشه مومن، سال 2000، زندونی و اینا آهنگایی بود که در واقع اثرگذار بود. متوجه این؟ و اون سال 2000ش که شما الان بذار، همین الان بذارید ببینید انگار که برای شما این از قبل پیش بینی میکرده، همینجوری میاد جلو، همه اون اتفاقات افتاده. میگه سال دور شدن آدم ها از عاطفه ها و حفظ نهنگای داریوشه بعضیش حفظم. هنوز هم گوش میدین؟ تا دلت بخواد دروغ چرا؟ بله